هر کسی رو با مسافرت داریم، در سفر است ازش بطلبید که در حقتان دعا بکن. دعای مسافر برگشت نداره. دو، دعای پدر و مادر برگشت نداره. پدر و مادر بطلبید که در حقتان دعای خیر بکنن. هرگز دعایشان برگشت نداره. به همون لحاظ است که رسول الله صلی الله علیه وسلم پدر و مادر از نفری کردن در حق اولادشان منع کرده. چرا؟ چون دعای پدر و مادر قبوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ مادر و پدری حق نداره حق فرزندش نفرین بکنه. ولی متاسفانه گاه وقتی بعضی از فرزندان ناخلف پدر و مادر آزار اذیت میکنه و پدر و مادر سبب میشه که در حق اولادش نفرین بکنه. پدران عزیز، مادران عزیز، او اولادتان است، او جاهل است، او بچه است، او جوان است، او نمیفهمه. ولی تو که مادر شدی، تو که پدر شدی، تو چرا به حقش نفرین بکنی؟ دعای بد بکنی و فردا اگر این دعای بدت او رو بگیره بازم نتیجه شکست به کی برمیگرده؟ خودت محزون میشی، غمگین میشی، خودت گریه میکنی که چرا دعای بد کردن به حقش. نباید دعا. دعای پدر و مادر در حق اولاد قابل قبول. سوم، دعای مظلوم از مظلومین بطلبید در حقتان دعا بکن. طلب دعای مؤمن از مؤمن در شر مشکلی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعای مؤمن در حق انسان مؤمن برادر مؤمنش قبول است. این دعا دو حالت داره، یا میطلبی در حق دعا میکنه یا در غیابت ناطلبید در حق دعا میکنه. در هر دو حالت قابل قبوله. بترس از آه مظلومان که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. دعای مظلوم زود قبول میشه. به همون خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه‌ای که من حیث والی او رو به یمن میفرسته برش میگه اتقی دعوت المظلوم. فقط یگانه دعایی که ازش خیلی باید ترسید دعای مظلومه. دومین دعایی که خیلی ازش ترسید دعای یتیمه. سومین دعایی که خیلی باید ازش بترسید دعای پدر و مادره. دعای بدشان، هدف دعای بده نه دعای نیکشان. چون این سه نفر خیلی مهمه. بنابراین دعای مسافر قبوله، دعای پدر و مادر قبوله، دعای مظلوم سومین کسیه که دعایش قبول میشه. انسان باید از اینا طلب دعا بکنه. چهارم، دعای اطفال خردسال. وقتی که او هنوز درست نمیتونه گفته الله پروردگارم، اون که دعا بکنه دعایش رد نمیشه. همون از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عادتی داشت. خود رسول الله صلی الله علیه و آله برای تفلکا هدیه میداد، تحفه میداد، نوازششون میداد. عمر رضی الله تعالی عنه هدیه میداد، میگفت بگید که خداوند عمر مغفرت کنه، بیامرز عمر، ببخش عمر.